اینجا مجموعه جهانی تخت جمشید. اینجا روزگاری زیباترین شهر زیر آفتاب بوده است. تخت جمشید در دشت مرودشت واقع شده. کشاورزی در دشت زرخیز مرودشت سابقه 5000 ساله دارد. در مجاورت مجموعه جهانی تخت جمشید و در سال 1314 هجری شمسی کارخانه قند مرودشت به بهره برداری رسید. این کارخانه عاملی شد برای تأسیس شهر مرودشت، شهری که اکنون به دومین شهر استان فارس بعد از شیراز تبدیل شده است. کارخانه قند در قلب شهر مرودشت واقع شده و همواره نمادی از تلاش و تولید بوده است. کارخانه قند مرودشت در سال 1314 با ظرفیت روزانه 350 تن کار خود را آغاز کرد و اکنون با گذشت سالها و به همت مدیران مجرب و کارگران پرتلاش ظرفیت خود را روزانه به 2100 تن افزایش داده است.
به طوری که در حال حاضر بیش از 2.5% شکر کشور در کارخانه قند مرودشت تولید می شود. محصولات تولیدی کارخانه قند مرودشت همواره از کیفیت بالایی برخوردار بوده است و قند و شکر مرودشت به عنوان یک کالای ارزشمند ایرانی همواره کام ایرانیان را شیرین کرده است. غم دنیا اگه تلخن عزیزم عزیزم، قند شهر ما شیرینن عزیزم عزیزم، مردمون شهر ما صفا دارن عزیزم، همشون زبون شیرینن عزیزم، همشون زبون شیرینن عزیزم. غم دنیا اگه تلخن تو برو گشتی بخور، بعد بیا با چای عزیزم قند مرودشتی بخور.